خب دوستان، حال هوای مرکز شهر سامسون رو من براتون یک گزارشی میخوام بگیرم. ببینید چجوریه خیابون گازی جاده‌سی. این فروشاش خیلی باحال خوب و شبا میان آخر شب وای میکنن اینجا برای فروختن میوه‌هاشون و بازارها و پاساژهای مختلفی داره اینجا. من میرم داخل خیابون میشه گفت قدیمی که معروف به موزه آتاتورک این منطقه. اونم براتون یه گزارشی میگیرم. خب اینجا خیلی خوب، عرض به حضورتون که اینجا هم در اصل میشه گفتش که یه بازار برندهای مختلفه توی سامسون که خیلی قشنگه. همه میان فیلم و عکس و اینا میگیرن ازش به این صورت. Gel buradan gidelim. برندهای مختلف اینجا هستش. بیادار، برند ایده و برندهای مختلف، بیلامور و خلاصه بریم جلوتر. Kamerayı çekip bir şey yapalım. Kız biz oturup niye çekiyoruz kamerayı? Hemen git kendini çek. اینجا هم که استیلاکیکی معروفه دیگه. این هم برند استیلاکیکی و بریم به سمت مرکز شهر. خیابون میدان جمهوریت در اصل. هاپوی خوشگلی. Yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan ilçe, geçmişten geleceğe kültürümüzü yansıtan müzelerini kültür ve tarihine ışık tutuyor. دوری بذارم اینجا. ترانایی که بچه ها رو سوار میکنن و دور میزنن. البته بزرگترشون هم توش میشنن به مراقب بچه ها باشه. این طرف هم یه کافه رستوران هاست و این حوض قشنگ. Hayatın her alanında canlılığını koruyabilecek, insanın da el ele büyük projelere ev sahipliği yapıyor. این مجسمه های قشنگی درست کردن.
پخش. اصولا آخر هفته ها میان فیلم میذارن از طرف شهرداری و اینجا هم که تابلوی تبلیغات خود شهره. حالا به این صورت دیگه این هم حال هوای شهر. اینجا هم که برند مکدونالد، برند امریکایی مکدونالد که اینجا بستنیاش خیلی معروفه. یعنی بیشتر میاد تو صفحه میسن که بستنیاش. çizgi film oynuyor. بریم به سمت میدان اصلی شهر. اینجا میدان قدیمی و اصلی شهره که معروف به میدان جمهوریت. البته همین منطقه کاملا بهش میگن میدان جمهوریت دیگه. این بلالاشون خیلی جالبه، میذارم برای فروش. دونه 10-20 لیره و اینجا غذاخوری‌های مختلف. آبوهای مختلف. و اینجا هم که بانک زراعتش دیگه، مرکز بانک زراعت سامسون اینجا هستش، بانک مرکزی. حالا ایرانی اگه کاری داشته باشن باید بیان میدان جمهوریت اینجا. و بریم. یه پارک خیلی خوب اینجا هست که داخلش یه مجسمه از سمبولی از آتاتورک هستش و خیلی معروفه این مجسمه. من این مجسمه رو بهتون نشون میدم. اینجا براشون خیلی 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 یعنی براشون محترم و عزیزه این مجسمه. نقل بتپرستای قدیمه دیگه. خلاصه اینجوری هم دیگه مردم، ولی یه جورایی هر کسی حق بی احترامی به این مجسمه رو نداره. بریم جلوتر بریم. اینجا خب این سمبل آتاتورک و در اصل میشه گفتش که روی پرچم یا مثلا نماد سامسون هم هست در اصل. این آقای اسطوار، آقای آتاتورک همین اینجا عکس میرسن و از این حرفا. خب این هم که گلا رو فشار نده. پاردون من گیچیرم. خب خلاصه اینم از مجسمه معروف. خب بعد از اون میدان جمهوریت ما داریم میریم به سمت در اصل اون ساحل زیبای آتاکوم. معذرت میخوام ایکادیم که حالا اینجا بعد توی پشت چرا خطر بیستیم اون اتا. خیلی خوب سبزه و ما حرکت میکنیم. اینجا هم به نسبت شلوغه دیگه چون مرکز شهر سامسونه و تمام شلوغی شهر این قسمت، تمام ادارجات و بانک‌ها و اصلاش مؤسسات بزرگ توی اینجا هستش. خب اینم لاین ترامواش هستش، تراموای شهر.
که اینجا میان بلیط میزنن و میرن برای خودشون به سمت آتاتورک. خب اینجا هم میتونن اینجا برای کارتشون که بخوان شارژ کنن کارتشون رو اینجا شارژ میکنن و اینجا آب خوردن حلال. Oraya uçuralım mı? خب در امتداد این خیابون هم میرسیم به کشتی معروف آتاتورک. نمادی از زمانی که اومده اینجا و با سربازانش اینجا ورود کرده به ساختمون. اینجا دیگه Eymen geç. ایستاده. Geç gel. Gel Eymen. Sanki o güzel. تعطیل بیلکادیم. چقدر مسافر اومده. پر از مسافر. پر. ببینید خود.